سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به ویدیوی من. امروز قراره که با هم دیگه بریم فیلم کاشان رو ببینیم. بزن بریم. لایک و سابسکرایب و کامنت هم یادتون نره. اینجا ورودیشه. اینم یه راهنمایی بود که براتون ازش فیلم گرفتم. اینجا هم داخل حیاتشه. اینجا هم وارد کاخشه. اینجا هم یه جایی بود که حالت حوض مانند بود. بعد میگفتم که اگه 3 کار بندازید داخل اون حفره آرزوت برآورده میشه. واقعا خیلی خوشگل بود. اینجا هم داخل کاخشه که چند تا از چیزای موزهشو گذاشته بودن داخلش. پنجراش واقعا خیلی خوشگل بود، مخصوصا که آفتاب از اون ور زده بود و کلا زمینش رنگی شده بود. براتون فیلم گرفتم ازش. چقدر خوشگله شیشه هاشون. اینجا هم یه جایی بود که میگفتن که تصویه آبشون بوده و اینجا هم پشت کاخه بود. فقط برام خیلی جالب بود که همه جای حیاتش یه حوضی داشت واقعا. سکه نداری؟ اینم باز از اون سکه یا بود. از این حوضه هم که اونجور حفره داشتن توش خیلی زیاد بود. بعد این حفره اینجا با حفره اون برم راه داشت، میگفت از زیر به هم راه دارن. بریم موزه. اینجا هم این ور حیاتشه. سلام. اینجا هم باز یکی دیگه از اون حوضا. بچه این حوضا همه‌شون به هم راه داشتن. بعد این ماهیا میرفتن از اون زیره میومدن. بعد اینجا سقفش یه نقاشی خیلی خوشگل شده بود. البته بعضی جاهاش رنگ شب این رفته بود، اینجور بازسازیش کرده بودن. اینجا هم که حمومشه. که براتون کامل فیلم گرفتم. اینجا چی نوشته؟ سریبیش. زیاد داخلش چیز خاصی نداشت، مثلا از چیزای باستانش داخلش بذارن، ولی منظر بیرونش واقعا خوشگل بود، مخصوصا اون حوضاش و اینا. اینم که ماکت امیرکبیر رو درست کرده بودن. اینم دوره داخل حمومشه ولی یه جا دیگه شه. بعد یه جا داخل حمومه اون نرده ها رو که دیدین اونجا رو بسته بودن، نمیدونم چرا. اینجا هم جایی بود که نوشته بود مکان شهادت امیرکبیر بوده، یعنی اینجا کشتنش. و تموم شد. فقط چیز دیگه ای هم که اینکه دیواراش واقعا کثیف بود. با این وجود که مثلا اینجا یه مکان به قول معروف تاریخی میگن، خیلی خوب انگار ازش نگهداری نکرده بودن. ولی باز سقف به حمامش هم
این شکلی نقاشی طور بود و خیلی خوشگل بود. نقاشیش کلا خیلی خوشگل بود. بعد بچه‌ها ما اون سالی که رفتیم عید بود، اصلا جای تاریخ و ایناش بیشتر بود و اینکه مثلا یه کسی هم بود که توضیح بده، ولی این دفعه نه کسی بود توضیح بده، انگار که اصلا خیلی چیزاش نبود از تاریخیاش. نمیدونم چون این دفعه عید نبود اینجوری بود، کسی زیاد نمی اومد موزه، نمیدونم. اینجا هم باز نماهای دیگه از حیاتشه. کلن از این یه تیکه حوضه و کاخه مال ورودیش خیلی خوشم اومده بود و یه عالمه ازش براتون فیلم گرفتم. واقعا ببینید خیلی خوشگل بود این یه تیکش. ببینید در زاویه‌های مختلف براتون فیلم گرفتم ازش. و اینجا هم خروج و تموم شد.